آیا می‌دانید کمیکال کلینینگ در موفقیت درمان ریشه نقش کلیدی‌تر و تعیین کننده تری نسبت به فیزیکال پرپاریشن دارد؟ ابزارهای مکانیکی، باکتری‌ها و دبری‌های در دسترس داخل کانال ریشه را پاکسازی کرده و فرم مخروطی داخل کانال را شکل می‌دهند. در حالی که پاکسازی مؤثر و عمیق سیستم کانال‌های فرعی، ایسموس‌ها و باکتری‌ها در عمق توبول‌های آجی بر عهده پاکسازی شیمیایی است، به شرطی که ماده شیمیایی فعال شود. پاکسازی شیمیایی مؤثر قادر است به نواحی دست نیافتنی کانال‌ها نفوذ کرده و فلور میکروبی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. دستگاه اکتیوایپرو نسل جدید اولتراسونیک به کمک آکوستیک استریمینگ و استیبل کاویتیشن اثر بخشی محلول‌های شستشو را چندین برابر می‌کند و شما پاکسازی واقعی با حداقل تهاجم را تجربه می‌کنید. روش کار با آن بسیار ساده است. کافی است بعد از اتمام فایلینگ داخل کانال را با محلول ضد عفونی ترجیحاً هیپوکلورید سدیم آغشته و تیپ مورد نظر را انتخاب 1 الی 2 میل کمتر از طول کارکرد وارد کانال و 20 الی 30 ثانیه در هر کانال فعال کنید. دبری کمتر، نفوذ بهتر، پاکسازی عمیق‌تر و در نهایت یک اندوی موفق. ارمغان استفاده از این دستگاه برای شما خواهد. اولتراسونیک بی صدا با دامنه حرکتی کم عمق اما پرقدرت، چراغ LED برای دید بهتر، باتری 1600 میلی آمپر با شارژ وایرلس، دارای 4 تیپ با سایزهای کاربردی برای شرایط مختلف کانال.